بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید میکنم که جور باشین، صحتمند باشین، هر جایی که باشین خوش خاندان باشین. هر کسی که یوتیوب چینل مرا فالو سابسکرایب نکرده کلگی چینل مرا سابسکرایب کنین و کته دوستای خود و رفیقای خود شیر کنین. امروز ما در ساحه کابلچیان و سرک دو باش که ببینیم. اما تو به چکر برآمدیم. یک هوای بسیار تازه، یک هوای بسیار مقبول و بسیار بیروبار مردم است. ماشاءالله کلگی در مصروف خریداری، در مصروف این طرف و طرف رفتن و در مصروف شاپینگ، در مصروف غذا خوردن. ماشاءالله اینا میگه کاروان مال. یک روز انشالله بازی را داخل میریم، انشالله از داخل براتون نشان میدیم که چی میشه. بسیار یک ساحه مقبول، بسیار یک ساحه پاک داره. با بسیار یک شاپینگ مال های کلان کلان و مقبول جور شدن. سعی کنین شما میبینید که چقدر بیروبار مردم است. ماشاءالله عموما ماه جولای است و هوای بسیار مقبول است. ماشاءالله در جولای عموما سرد می باشه. خب بسیار هوای تازه، بسیار یک هوای نازنین است. من خب کلگی را اینمی خواهش دارم که در خارج هستند که بیاین اینجا. ماشاءالله بسیار یک کلان غذا فروشی، عمده فروشی، رستورانت، کبابز، چیکنز، فاست فود، پیزاز، اینی عمده فروشی های روغن و برنج و این چیزاست. کلان کلان ماشاءالله. باش که ببینیم دوزا تلفونی مرا نگیره. میترسم. این شفاخانه افغان شفا، خدا کسی را مریض نکنه، خدا کلگی را شفای کامله بده. ماشاءالله در این وقت مردم بسیار میبراین به قدم زدن، به نان خوردن. این جوس نای شکر. ما در سرویس رود هستم و او طرف ما در مین تریک هستم، فوتپات پیاده رو، و او طرف مین رود است. و اینمی هم ژاله، دوغ وطنی، شیریخ، مرغ و کباب. ایم کشمش، ایم انجیر. ماشاءالله هوا بسیار خوب است. عموما در دیگه کشورها در جولای که چی رقم گرم می باشه، ممتا او رقم گرم هوا نیست. بسیار خوب هوا است، بسیار معتدل، بسیار یک هوای زیبا. او هم باز که در کابل زیبا باشه دیگه مزهش در چند میشه. این هم کیر خوشمزه. اینجا هم خوراک فروشی. ماشاءالله بسیار بیروبار محترمی باشه. بسیار ترافیک می باشه. عموما در کابل مردم موترها زیاد دارن. پول اگر داشته باشه یا نداشته باشه، ممتا موتر داشته می باشه. این سرک هم نو جور کردن. واو
این هم گل فروشی و هم سالن زیبایی عکاسی و گلسازی موتر و این همی چیزا. باش که از طرف و طرف تیر شویم. واو ژالا شیری ربری چقدر خوب. این هم گل فروشی ها چطور است؟ ماشاءالله کل چقدری. این سمت باز کلگی گل فروشی و عکاسی فیلم برداری این همی چیزاست. ماشاءالله بسیار مقبول، بسیار زیبا. این هم یک سالن زیبایی و عموما در این سمت کلش این همی عکاسی و گل فروشی و این همی چیزا، این همی دکان هست. این شما دیده میتونید. ماشاءالله بسیار زیبا. این وطنم گلم کابل جانم. ماشاءالله دی وقت دکانات زیادتر بند می باشه با خاطرش که تاریکی است، بعد از شام است، اینقدر دکانا واز نمی باشه. دکانای خرید و فروشی رخت و طلا و لوازم دیگه چیزای خانه را میگم. فقط رستوران، شیریخ، آیس کریم این همی چیزا باز می باشه. خب بازم دی وقت بسیار بیروبار است. ماشاءالله مردم همی غریبی خدا میکنه، همه چیز دوستش که باشه اونمو یک تجارت کوچک، یک کاروبار خردرک جور میکنه. در اینمی کراچی بیرون برآمده می باشه، بر خود یک لقمه نان حلال پیدا میکنه. ماشاءالله بیروبار از زیاد. من فکر نمیکردم که در این وقت هم اینقدر بیروبار خواد باشه. هنوزم 8:30 9 بجه است. ماشاءالله بیروبار است، خوب است. ماشاءالله مرا در این وقت قدم زدن، چکر زدن بسیار خوشم می آید که هوا سرد می باشه، هوا معتدل می باشه، بسیار خوبش. یک منی زیادتر اکثریت مردم در این وقت می برایه بر خریداری می برایه بیرون به قدم زدن. قسمی که گفتم رستوران و مهمانیا، عروسیا. باز رسیدیم در یک بازار بسیار بیروبارک. من نمیگم که کدام سال هست. هر کسی که یوتیوب چینل مرا میبینن، تماشا دارن، خودتان نوشته کنین که کدام سمت کارتینو است دیگه. گاه سبزی میفروشن، گاه میوه تازه، گاه خوراک فروشی ها و عمده فروشی ها، نانوایی، آیس کریم، شیریخ، رستوران، فاست فود، همه چیز یک کاروبار متفاوت که از دستشان بیاید اونمو را جریان دارن. ماشاءالله من فکر نمیکردم که اینقدر بیروبار خواد باشه. خب بازم بسیار بیروبار است. ماشاءالله کلاگی مصرف کارهای خودشان هستند، کتی کس کار ندارن، ناقی کس را غرض ندارن. اینه هم جوس
سعی کنین این نظاره را سعی کنین تماشا کنین. ما خب بسیار لطف میگیرم ازشان و شما بینندگان کانال یوتیوب من شما تماشا کنین. و در یادتان باشه رفیقا دوستا، هر کسی که چینل یوتیوب مرا فالو نکردن کلگی فالو کنین و کت رفیقای و دوستای خود شیر کنین. اینی هم یک کلچه پزی بسیار مشهور است، علی شاه کیک و کلچه پزی علی شاه خان که یک نام دارند. عموما ما بلاگ در انگلیسی و در اردو جور میکنم. امروز دلم شد که بر شما بینندگان عزیز خود در دری جور کنم. باش که ببینیم که چند تا ویو میگیره، چند لک ویو میگیره، چند 100,000 ویو میگیره. Let's see. در گرمی عموما همی جوس و شربت آلو بالو، اینمی نای شکر، آم، تربوز و اینمی چیزا بسیار مردم استفاده میکنن، میخورن و نوشیجان میکنن، لطف میبرن. ماشاءالله چه یک هوای زیباست، چه یک هوای نازنین. خب اینمی بود ولاگ امروز ما و شما. بازم یادآوری کنم کسی که فالو سابسکرایب نکردن چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین، لایک کنین و کت دوستای خود شیر کنین. تشکر، زنده باشین. با دیدارتان در دیگه یک نو ولاگ. تشکر، خداحافظ، وقتتان خوش.